من از وضع کشمیر ناراحتم که واقعا داره به مردم مسلمان کشمیر داره زور گفته میشه، حقیقتا داره فشار وارد آورده میشه. یه سیاست منصفانه ای بایستی برای این مردم نجیب که در اون جا هستن اونها. این هم به شما عرض بکنم این کار انگلیس خبیث، این زخمی است که در شبه قاره از سال 1947 انگلیس ها این زخم رو ایجاد کردن. از همون اول داشتن خارج می شدند و هند و پاکستان، یعنی شبه قاره به دو قسمت تقسیم شد، هند و پاکستان. از همون وقت این زخم کشمیر رو اونا اینجا کاشتن و گذاشتن و تعمد در این قضیه داشتن که این زخم خوب نشه و همیشه بین این دو کشور مشکل و اختلاف و دعوا وجود داشته باشه.